بسم الله الرحمن الرحیم. به سلسله درس گذشته ما که در مورد نبوت انبیاء علیهم السلام امر کسبی نبوده، به اجتهاد و تلاش کسی حاصل نمیشه. الله متعال نبوت یک مرتبه خاصی است که الله متعال برای انسانهایی که الله خواسته برای از نصیب میکنه. از همون خاطر توسط کوشش و مجاهده، تکلیف مشقت و محنت انسان ایرا حاصل کردن نمیتونه، ولو که هر قدر عبادات و هر قدر تکلیف ها را بکشه لیکنی به دست نمیه. از همون خاطر است که هیچ کسی نمیتونه توسط کسب این درجه را حاصل نمایه، بلکه یک امر بخششی الله متعال است، مرتبه است که فوق از بشریت عادی است. الله متعال مرتبه را به انبیاء علیهم السلام نصیب میکنه که او مرتبه را انسانای عادی نداره. اما انبیاء علیهم السلام مثل بشر است، یعنی کدام فرق دیگری نداره. الله متعال مثل که در پیش آیت ما شما خوانده بودیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، من به مثل شما بشر هستم. دیگه تمام امور آنچه ضرورت انسان است انبیاء علیهم السلام هم داره. یعنی پیغمبران مستغنی نیستن از اینکه خوردن، نوشیدن، خواب، استراحت ای گپا را نکنه، یا مرض یا همچو مشکلات سرش نبیه، بلکه مثل آن چیزی که سری بشریت دیگه میه سری انبیاء علیهم السلام هم میه. درجه ای که امتیاز انبیاء علیهم السلام ثابت میکنه او مسئله وحی است که مثل در این آیت الله متعال ایره برملا میکنه که پیغمبر علیه السلام میفرمه بگو برای مردم. یک تعداد مردم تصورات غلطی در مورد انبیاء علیهم السلام داشتن. یک تعداد اینطور تصور داشت که پیغمبر قطعا بشر شده نمیتونه. یک تعداد اگر پیغمبر کسی باشه باید نعوذ بالله صفات الوهیت الهی برش ثابت باشه، اختیارات ای کون یا ای دنیا و جهان در پیششان باشه، مرضی کسی را دور کرده بتانه و به کسی اولاد داده بتانه، مشکل کسی را رفع بتانه. این تصوراتی است که در او زمان هم در بین توده های مردم موجود بوده و همیشه امی سوال یا شبهه برای مردم پیش می شده. از همون خاطر خیلی تعجب میکردن که آیا در بین بشر انسان روان بکنه که پشتی سر در این مورد ما شما بحث میکنیم. خو الله متعال این انسانها را به یک درجه ممتازی که وحی است این درجه را نصیبش کرده. از همون خاطر است الله در چند آیت این موضوع را بر ما بیان میکنه. الله متعال در یک جای میفرمه الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله میدانه او جای را، یعنی او مقامی را که میگردانه رسالت خود در اونجا. مراد از پیشش ایسته کدام شخصیت اهلیت ازیر داره که الله متعال رسالت خود در اونجا بگذاره و او آدم مکلف به این وظیفه خطیر و بزرگ بسازه. این کار نیست که کسی به میراث بگیره یا است که به اجتهاد و کوشش بگیره. در جای دیگه به موسی علیه السلام الله خطاب میکنه، میفرمه اینی اصطفیتک علی الناس، ما برگزیدم تو را بالای مردم. یعنی این برگزیدن تنها از جانب ما هست، این توسط کوششای تو نه حاصل نشده. به چی چیز برگزیده؟ به رسالاتی و کلامی، به این که زمواری بزرگ در دوش تو انداختم، در زمین تو انداختم که توی زمواری را در سر میرسانی. یقینا نام زمواری موسی علیه السلام مقابله با یک پادشاه ظالم و بدبخت است که فرعون است و خیلی زیاد ظالم است که قرآن کریم توصیف ظلم ازور بر ما کرده. اما موسی علیه السلام مامور میشه که اینمی احکام الله را و دعوت الله را برش برسانه و به کلام، یعنی الله متعال کلام کرده امرای موسی علیه السلام در کوه طور. معلوم شد که برگزیدن از جانب الله متعال است، این به اجتهاد نمیشه. در جای دیگه کلی انبیاء علیهم السلام الله متعال میفرمه و انهم عندنا، یقینا انبیاء علیهم السلام به نزد ما لمن المصطفین الاخیار، از جمله او کسانی هستند که برگزیده شدند. یعنی الله انتخاب کرده در بین بشر همچو اشخاص را برای حمل رسالت یا برای برداشت امی ذمه‌واری بزرگ و بهترین هستند. صفت دیگه انبیاء علیهم السلام الله متعال اخیار میگه، یعنی کسی که خیلی برگزیده و بهتر به نزد الله متعال است. از همون خاطر کسانی را الله متعال انتخاب نکرده که نعوذ بالله سر از او عیب موجود باشه، هیچگاه عیب سرشان موجود شده نمیتونه. در اینجا چرا خیر انبیاء علیهم السلام از بشر باید باشه، از انسان ها انتخاب میشه؟ این وجه ازی چی است؟ قاعده است که هرگاه الله متعال خواست انبیاء علیهم السلام برای رهبری بشریت بندگان خود روان بکنه، باید کسانی را انتخاب بکنه که به لهجه از
به حاجات از وا، به ضروریات از یا و آن چیزی که این مردم برش نیاز داره ای را بدانه. از امو خاطر است که غیر از انبیاء علیهم السلام که از بشر باشه کسی دیگری قدوه و مقتدا یا امام برای انسان ها شدن نمیتونه. یک موضوع است، یعنی حسن تعلیم یا آسان بودن تعلیم از انبیاء علیهم السلام خیلی واضح است از اینکه از کسی دیگری یا از جنس دیگری تعلیم بگیره. دوم چیزی که خیلی مهم است در اینجا مسئله، اگر انبیاء علیهم السلام الله متعال از ملائک انتخاب میکرد، دیدن ملائک سختی میکرد. چرا؟ به خاطر که طبیعت ملائک از نور پیدا شده و طبیعت بشر از خاک است. از او خاطر در بین اردو طبیعت ها بسیار بون بعید یا مسافه خیلی دور است، نمیتونه پیوست شدن یا ملحق به ملائکه شدن. این بسیار چیست، سختی کامل میخواه. از امو خاطر است در حدیث میآید که پیغمبر علیه السلام زمانی که وحی سرش می آمد بسیار رنگ پیغمبر اسلام تغییر میکرد، عرق از بدنش چی میکرد؟ شروع میکرد به ریختن. حتی در زمانی که زمستان سرد می بود، سردی هوا زیاد می بود، اما پیغمبر علیه السلام عرق سرش مهم میشد و امی حالت بسیار پرمشقت صحابه کرام در چهره مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشاهده میکردند. پس معلوم شد اگر الله متعال ملائکه روان میکرد، اخذ مطلب یا گرفتن احکام یا آن چیزی که ما برش نیاز داریم از ملائک، این برای ما بسیار دشوار تمام میشد. از او خاطر الله انبیاء علیهم السلام بشر مقرر کرد. سوم نکته در اینجا است که رسالت خو یک ذمه‌واری بزرگ است که الله به دوش انبیاء علیهم السلام گذاشته و این ذمه‌واری عبارت از دعوت است، دعوت مردم به سوی آن چیزی که الله امر کرده، اطاعت از آن چیزی که الله خبر داده توسط انبیاء علیهم السلام، خود منع کردن از آن چیزی که الله متعال منع کرده. پس وقتی این ذمه‌واری را انبیاء علیهم السلام میرسانه برای مردم، حال دیگه یا باید قناعت بده کسانی که آماده نیستند به پذیرفتن این امر، ضرورت به این داره که برای امی مردم قناعت بده و این قدرت بالای امی قناعت دادن شده نمیتونه مگر از این که از جنس امی اشخاصی باشه که دعوت برشان داده میشه، چون مکلفین یا کسانی که دعوت برشان داده میشه انسان هاست، باید استازشان کسی که امی ذمه‌واری را برشان میرسانه امامشان هم بشر باشه. به خاطر که زمانی یا ضرورت پیدا میکنه برای از که شبهه برشان پیدا میشه، اما شبهه را مطابق طبیعت انسانی باید چیسته بیان کنه. از امو خاطر است اگر کسی مستوای علمیش خیلی بلند باشه و یک شاگردی که مستوای علمیش خیلی پایین است، همیشه استاز اینطور فکر میکنه که کلگی به مستوای ماست، او از کلمات کار میگیره که همون شاگردی که در مستوای خیلی پایین است نمیتونه درک بکنه. از همون خاطر حقیقت در سرش گنگ باقی میمانه. ملائک یک مستوای خیلی بزرگی داره، بلندی داره و انسان ها مستوایشان خیلی پایین است. در این مورد نمیتونه که ملائک قناعت بدن برای کی؟ انسان هایی که مستوایش خیلی پایین است. از همون خاطر است الله متعال در آیت قرآن کریم میفرمه و ما منع الناس یؤمنوا، منع نکرده مردم ها را که ایمان بیاره از جاءهم الهدی، زمانی که برشان هدایت آمد، یعنی نظام پروگرام مکمل هدایت وقت توسط انبیاء علیهم السلام برشان آمد، چیزی دیگر مانع برای ایمان آوردن از او نبود بجز از اینکه چی میگفتن؟ الا ان قالوا، مگر این مردم میگفتن ابعث الله بشر رسولا، آیا انسان پیغمبر روان کرده؟ معلوم شد که در زمان سابق مردم امی تصور داشته که پیغمبر باید بشر نباشه، یعنی مستوایش خیلی بلند و بالا باشه. الله متعال میگه این سوال غلط است. الله متعال جواب میده قل، بگوی پیغمبر علیه السلام لو کان فی الارض ملائکتون، اگر در زمین ملائک می بود یمشون که و رفت و آمد میکرد مطمئنین، یعنی الله متعال انتخاب زندگی ملائکه در زمین می ساخت و امی مثل انسان ها واره ملائک در زمین گشت و گذار میکرد، لنزلنا، ما نازل میکردیم علیهم من السماء، بالای ملائک از طرف آسمان، ملک الرسولا، ملک پیغمبر روان میکردم. چرا؟ مناسب حال ملک می باشه. خو حال خود در روی زمین بشر است، نه که ملک که برای از یا یک پیغمبری که صفت ملکیت داشته باشه برشان روان شود.
بلکه انسان است. از این آیت قرآن کریم یک موضوع که خیلی مهم است که در او زمان هم مردم پیغمبر بشریتش انکار میکرد و الله سر از یا رد میکنه. تاسف در اینجاست که آلی در جامعه ما یک تعداد مردم تلاش داره، کوشش داره که از بشر بودن رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار بکنه و مردم ایره معرفی بکنه که پیغمبر علیه السلام نور بود. پس اینجا امی مشرکین و امی کفار میگفتن بعد پیغمبر بشر نباشه، ملک باشه. کسانی که آلی رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم قائل نیسته، بشریت برش قائل نیسته، یا هم در حقیقت ادعای ملک بودن از او داره. چرا ملائک از نور پیدا شده، پیغمبر که نور شد خب ملک جور میشه. ببینه چقدر مسئله مهم بدیهی و ضروری است که حتی امی گپ خو هر کس میدانه. پیغمبر علیه السلام قبر داره، امی بدبختایی که دعوای نور داره خود قائل بایستن که رسول الله دفن در کجا شده؟ در مدینه منوره شده. عجیب است. خودشان به قائل است. ایره تاریخ پیغمبر یا بیان میکنه، جنازهش یا بیان میکنه، غسلش یا بیان میکنه، کفنش یا بیان میکنه. خو عجیب است. پیغمبر علیه السلام آیا اقدر قضای حاجت یزور صحابه بیان میکنه، در قضای حاجت رفته، خوردن، نوشیدن. خو عجیب است. نورم ازدواج کرده میتونه، نورم اولاد داشته میتونه. شما ببینه که این موضوع چقدر بدیهی و روشن است. از این گروپ کدام خیلی واضح است، اما یک تعداد مردم که خود خیلی فامیده و خیلی دوستدار رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی میکنه و تلاش به ای دارن که نعوذ بالله معرفی کنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بوده؟ نور بوده. و در مورد اثبات این مسئله در بسیار به احادیث موضوعی چنگ زده که الله نور و انا من نور الله، الله نور است و ما از نور الله هستم. باز بعد از او واقعات یا قصه های خیلی خود ساخته را در او پیوست کرده. پیغمبر علیه السلام یک نور واری بود، بازی و مثل یک چی شد، یک طاووس واری شد و بازو در کدام دریا آب بازی کرد و که پس بالا شد و که خودش شور داد، قطرات افتاد. دیگه یک قطرش جبرئیل بود، دیگهش میکائیل بود، دیگهش اسرافیل علیهم السلام. اینطوری سخنای واهیات در این وابسته ساخته. این تعجب خود است که در یکی از محافل که همین علمای بزرگ کابل در اوج وجود داره، یک بدبخت مولوی که در هر جنازه گریانا میکنه، امو خسته میگه که مردم از نور بودن پیغمبر انکار میکنه. پیغمبر نور بوده. بله، صفت پیغمبر علیه السلام نور است. چرا نور؟ هر آن چیزی که خود ظاهر و به دیگرها چی میکنه؟ روشنی میده، او را به نام نور یاد میکنه. نبوت و صداقت و رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله بالکل واضح است و برای دیگرها هم راه روشن چی کرده؟ نشان داده، معلومات داده. پیغمبر علیه السلام صفت نور بودن برای پیغمبر ثابت است، اما خود بشر است. اینجا قل انما انا بشر بالا گفت، بگوی پیغمبر علیه السلام ما بشر هستم. در زمان سابق کفار امی قسم از بشریت انکار بکرد، حالان که الله متعال سری مردم رد کرد و در اینجا فرمود که ای اتمن چی است؟ بشر است. خب آلی وقتی که انبیاء علیهم السلام بشر شدن، معلوم شد که صفات بشریت قطعی از یا چی است؟ لازم است و نبوت منافات با اینمی نداره. کدام صفات بشریتی که برای پیغمبران علیهم السلام ثابت است، نبوت هم یک صفت است که برای ازیاد داده شده، این منافات با صفات بشریت نداره. چرا؟ جسد انبیاء علیهم السلام موجود است مثل اجساد دیگرها. جسد ما و شما ضرورت به چی داره؟ به خوردن، به نوشیدن، به خود نگاه کردن از سردی، به خود نگاه کردن از حرارت، از گرمی. کلی ازیره برای ما و شما مریضی و تکلیف پیش میشه. از امو خاطر انبیاء علیهم السلام هم امی خصوصیات یا اینمی صفتای بشری را هم دارا می باشه. الله متعال می فرمه و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم، ما روان نکردیم پیش از توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مگر مردانه که وحی می کردیم به سوی از یا. یعنی در بین انسانیا الله به پیغمبری که انتخاب کرده اون مرد انتخاب کرده. در زنا انبیاء علیهم السلام وجود نداره. علت چیست؟ علت است که نبوت خو یکی از جمله وظایف خیلی بزرگ است که مردم دعوت به سوی دین الله بده و اتمن روبرو با بسیار خشونت‌ها و تکلیف‌ها میشه. تحمل و برداشت اینمی مشقات و تکالیف زن نداره. در مجامع بزرگ رفتن نمیتونه، سفر تنها کردن نمیتونه، چون جنس لطیف است، جنس نازک است،
جنسی است که صبر و حوصله قوی در برابر امچو مقاومت های مخالفین نداره. از امو خاطر است که الله متعال انتخاب نبوت در بین مردا کرده. اینجا قرآن کریم به می اشاره میکنه که رجالا میگه نوحی الیهم، یا عینا مثل انسانای دیگر واری است، لیکن صفت ممتازی است یا وحی است که ما وحی کردیم به سویشان. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما از اهل ذکر یعنی کسایی که معلومات کافی در مورد کتاب الله داره از او سوال بکنی. اگرچه خطاب برای او کسانی هستند که در زمان پیامبر علیه السلام از علمای یهود و نصارا موجود بودن، اهل ذکر مراد امو علمایی که کتابای آسمانی را معلومات داشتن از او سوال بکنی که آیا پیغمبران دیگر ما از انسان ها روان کردیم یا از ملائک؟ کلش از انسان ها بوده. اگر موسی علیه السلام بود، اگر عیسی علیه السلام بود، کلش. در جای دیگر الله متعال میفرمه و ما جعلنا لبشر و ما جعلناهم جسدا، نگردانیده ما انبیاء علیهم السلام جسد لا یاکلون الطعام، که طعام نخوره. یعنی امو صفتای بشریت برش ثابت نباشد، نه، جسد گردانیدیم که ضرورت به طعام داره. و ما کان خالدین، یا همیشه نیستن. اینطور نیست که یک پیغمبر بالکل وفات نمیکنه، از دنیا رحلت نمیکنه. هیچ پیغمبر در دنیا باقی نمیمانه. معلوم شد که او صفات را که مردم از خود برای پیغمبرها ثابت میکنه الله سرش رد میکنه. اگر برای پیغمبر از امو خاطر یک تعداد مردم ببینه اونجا یک طایفه نعوذ بالله پافشاری بی داره، اصرار بی داره که نور بودن پیغمبر ثابت بکنه که جسم نداشت، بشر انسان نبود. امیال فعلا امی توده ها و گروه ها موجود است به نام محبت پیغمبر این سخنا را میزنه. طایفه دیگری پیدا میشه که نعوذ بالله دعوا بی داره، میگه پیغمبر وفات نکرده، پیغمبر زنده است. امیال فعلا دمی جامعه ما و شما امی نظریه و امی عقیده وجود داره. او قرآن صراحتا میگه که و ما کان خالدین، انبیاء علیهم السلام همیشه نمی باشن. انک میت و انهم میتون، تو هم وفات کرده نیستی، پیغمبر علیه السلام وفات میشی، وفات شده نیستی، و انبیاء علیهم السلام هم وفات شده نیست. از او خاطر است که صفاتی که برای بشر ثابت است برای انبیاء علیهم السلام هم چون بشر هستند ثابت است. الله متعال برای ابراهیم علیه السلام میفرمه والذی، از نقل از ابراهیم علیه السلام میکنه که ابراهیم علیه السلام چی میگه در وقتی که میگه که ما عبادت یک رب العالمین میکنم، تشریع رب العالمین میکنه که رب العالمین کدام ذات است؟ اول میگه والذی هو یطعمنی و یسقین، و ذاتی که مرا طعام میده و مرا نوشاک میده، چیزی را که من مینوشم. ببینی ابراهیم علیه السلام ضرورت به خوردن نوشیدن داره و صفت ربوبیت الله متعال برای مردم به می معرفی میکنه که او ذاتی است که مرا خوردن و نوشیدن میده. و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض میشم شفا دهندیم اوست. پیغمبر مریض میشه، ابراهیم علیه السلام مریض میشه، میگه و اذا مرضت. و چقدر درس عظیم است که فهو یشفین، تنها الله است که مرا شفا میده. ببینی ما داد میزنیم که ما از نیاکان خود، از اجداد خود چی میکنیم؟ پیروی میکنیم. بزرگترین افضلترین جد ما ابراهیم علیه السلام است، لیکن او میگه که مرا مریضی مرا الله شفا میده. والذی یمیتنی ثم یحیین، و ذاتی که مرا میمیرانه و مرا زنده میکنه. سر انبیاء علیهم السلام مرگ و زندگی می اردویش مثل سایر بشریت داره. از امو خاطر صفات بشریت برای انبیاء علیهم السلام ثابت است. از امو خاطر است که تکالیف و مشقت ها را انبیاء علیهم السلام متحمل شده. پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم مجبور به هجرت نشد، خانه و کاشانی خود ترک نکرده. ابراهیم علیه السلام مجبور به هجرت نشده، از سرزمین عراق کشیده نشده، نرفته. عیسی علیه السلام الله متعال چی نکرده؟ مبتلا به امتحانات نکرده، حتی تا این اندازه که یهود تلاش کردن تا که او را نعوذ بالله اعدام کنه، قتل کنه، اما الله متعال سرش چی کرد؟ شبهه را سر شخص دیگه انداخت، شکل از او را نفر دیگه را کشتن و الله متعال عیسی علیه السلام در آسمان بالا کرد و فکر کردن که ما عیسی علیه السلام نعوذ بالله قتل کردیم. از این خاطر عقیده یهود و نصارا بالای عزیزته که عیسی علیه السلام یک مرتبه قتل شده، اما یهود میگه بیخی خلاص، نصارا میگه نه پس زنده شده. اما قرآن میگه که نه، عیسی علیه السلام قتل نشده، بلکه الله امو زنده در آسمان بالا کرده شه. از امو خاطر است که این صفات ها برای انبیاء علیهم السلام موجود است. سعد رضی الله عنه از پیغمبر علیه السلام سوال کرد. در یک حدیث میاد پیغمبر علیه السلام گفت که یا رسول الله ای الناس اشد بلاء،
کدام مردم خیلی سخت است در حیثیت تکلیف و مشقت؟ مصیبت ها سری کدام مردم زیاد میاد؟ کی است که خیلی مشقت سرش میاد؟ پیغمبر علیه السلام گفت الانبیاء، انبیاء علیهم السلام، ثم الامثل فالامثل. بعد از او هر کس که مماثلت شباهت به انبیاء علیهم السلام داره. مراد از مماثلت و شباهت در چهره نیست، مماثلت و شباهت در راه دعوت است. هر قدر که کسی برای دین خدمت میکنه امو قدر مورد تعارض مردم قرار میگیره، امو قدر مشقت و تکلیف و سختی سر زیاد میاد. چرا؟ به خاطر که تو هرگاه تعقیب میکنی راه پیغمبره، مثل که پیغمبر مردم اینمی قسم جنجال برش پیش کرده بود، تکالیف برش پیش کرده بود، بری تو هم پیش کرده رایست. اگر نه، اگر همونطور زندگی عادی برای خود میکنی هیچ کسی قطع سر و کاری نداره. زمانی که تو میخیزی مردم دعوت میکنی مثل انبیاء علیهم السلام واره، مردم در مقابلت میخیزه. معلوم شد که در کل صفت ها نظر به آیات کتاب الله و احادیث رسول الله صفت های بشریت برای انبیاء علیهم السلام ثابت است. پس از او خاطر یکی از جمله لوازم بشریت که خوردن، نوشیدن و خواب و ایگا پاسته کلش برای انبیاء علیهم السلام ثابت است. زمانی که ضرورت و احتیاج به همچو امور پیدا کرد، خود به خود صفت الوهیت منفی است.